جای شما خیلی مادر جون، خیلی داره خوش میگذره. کاش شما بودین. علی هم اون طرف داره بابا، خیالتون راحت، من هوای پسر گلتون رو دارم. مادر جان شما الان داری بلی زنگ میزنی؟ هیچی باشه، حالا من علی اومد باز به شما تماس میگیرم. خدا. چه هواییه، چه عشقی داره اینجا. گوشیت زنگ خورد. مادرمه، مهم نیست، بعدم میگیرم. زنگ بزن، شاید کار واجب داشته باشه، زشته. چه گیری دادی بابا، فضا لذت ببر. ببین اینجا چه قشنگه. قشنگترین سفرمو نابود کردی. کل اعتمادمو شکستی، کل زندگیم هم خراب کردی. همه اینا رو فقط توی 1 دقیقه انجام. چی میگی؟ منظورت چی از این حرجی؟ منظورم چیه؟ همین الان بهش زنگ بزن. بذار بلنده. خب الان شاید من خر نیستم. فقط کاش انقدر جربوزه داشتی به اسم خودش سیوش میکردی. اسم 2 دخترتون مادر پدر نذار که. دیگه هم هیچ